بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان موضوع ما درباره قوم پرستی است. آیا افتخار به قوم جایز است یا نه؟ خداوند در قرآن می فرماید: حدیث است از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: کسی که دعوت به تعصب قومی کند از ما نیست، یا کسی که برای آن بجنگد یا با آن بمیرد از ما نیست. راوی حدیث ابو داود است. حدیث 5119. افتخار به قوم، نژاد یا زبان جاهلیت است.